یکی از بحث‌های بسیار مهم توی کلین کد یا کد تمیز و کد درست نامگذاری درست هستش. اینکه ما باید برای نامگذاریمون فکر بکنیم. نام‌هایی که برای المان‌های کد و وریبل هامون، فانکشن هامون، کلاس هامون در حقیقت انتخاب میکنیم باید مبین نقش اونها توی کد باشه. بنابراین وقتی یه تیکه کد رو دارید ایجاد میکنید و مینویسید، همون لحظه باید یه لحظه مکث کنید، فکر کنید که نقش این قسمت از کد یا این المانی که من دارم ایجاد میکنم توی کد چی هست و چه اسمی مناسب هست براش و نامقتضی برای اون چی هستش. نکات مهم هنگام نامگذاری چیا هستن؟ موقع نامگذاری باید به چیا فکر کنیم؟ چه اصولی رو رعایت بکنیم؟ خب من حالا یه مقدار زبان طنزم ترکیب میکنم که بتونم منظورم رو راحت‌تر خدمت عزیزان عرض کنم. وقتی میخواد المانی ایجاد بشه مثل یه متغیر یا فانکشن یا کلاس یا یک متد توی یک کلاس، صبر کنید، چند ثانیه فکر بکنید، حتی بعضی ممکنه 1-2 دقیقه هم ارزش داشته باشه. اسم رو انتخاب کنید چون با این اسم بعدا خیلی کار دارینش، بنابراین زمان براش بذارید. نکته دوم این که نمک نریزید. بعضی موقع نمک ها خیلی مزه ندارن و باعث خستگی هم تیمیامون، یه خودمون بعدن که سنم رفت بالا بگیم این چه اسمی بود من انتخاب کردم. از مد روز اصطلاحات مربوطه که شاید توی فیلم سینمایی، توی مقطعی با یه جریان ایجاد بشه استفاده نکنید، چون بعداً خسته کننده و تکراری میشه. موقع نامگذاری تینیج یا نوجوان نباشید. البته نوجوانی سن بسیار خوبی واسه برنامه‌نویسی است. منظورم اینه که اسمایی که بعداً متوجه بشیم اون اسم پخته نیست و اسم درستی نبوده رو استفاده نکنید. و نام هر المان، هر جز از کدمون باید دقیقاً مبین هدفش باشه، مبین نقش، رول و جایگاه اون المان توی کدمون باشه. و این نقشه خیلی مهمه که با یک اسم بعد از یه مدت خودمون یا همتیمون متوجه بشه که خب این اسمش اینه، پس نقشش اینه، پس من اینو میدونم الان باید باش چیکار بکنم. خب برای اینکه بیشتر بتونیم به صورت کاربردی بپردازیم به نامگذاری، یک مثالی رو براتون طراحی کردم. حالا جدا از این بحث کامنتاش که بعداً بهش میرسیم، حتی میتونه بهینه‌تر باشه، تحلیل بشه، خود کد هم همیشه میتونه بهتر باشه، اما یک کد حداقلی رو براتون گذاشتم، بریم با هم بررسیش بکنیم. و من الان بیشتر هدفم نامگذاری است. مثلا اسم کلاسمون کانکشنه. خب این به ما میرسونه که ارتباط داریم قطعا با یک بانک اطلاعاتی. فرض بفرمایید اسم فانکشنمون کانکت، حالا بعضی میذارن get کانکت تو، حالا اسمای مختلف. خب اینم گویا هست که قرار تو این متد یا تو این فانکشن که تو کلاس کانکشن ارتباط برقرار بشه. توی خود کلاس کانکشن ما اومدیم چند تا متغیر رو تعریف کردیم. مثلا من یکیشو گذاشتم private db host local host. ببینید db مبین دیتابیس، هست هم که مشخصه، بنابراین این نامی هست که گویاست. یا مثلا در مورد دوم db name، db user، db pass و $کان که کانکشن رو میرسونه. اما توی مثال مثال db name و دومیه تو لاین سطر شماره 7 میخوام خدمتتون بگم. به جای db name میتونستیم بسیم database name. البته من کامل کیس کردم، حرف n name رو بزرگ نمیشم، همونجوری که تو db name هم db nش بزرگه، db host hش آپر کیس هستش. این باعث میشه خوانایی بره بالا و متوجه شیم که دو تا کلمه مجزا هستن که به هم متصل شدن. یا میتونستم مثلا db عرض کنم که underscore name یا database name که حالت طولانی تر و تقریبا کامل ترشه، مثل همین دیتابیس. این کامل کیسه، این هم که حالت اسنیک کیس داره. بنابراین این که کامل کیس استفاده کنیم یا اسنیک کیس برمیگرده به اون قراری که تو تیممون داریم. بعضی زبان‌های بررسی یا بعضی قسمت‌ها مجبوریم سراغ یکیشون، مثلا توی SQL بهتره که بیایم سراغ اسنیک کیس. یا بعضی زبان‌ها اگر بخوایم نامی بذاریم برای کلاسمون یا برای حالا
کلاسایی که داریم الزام ممکنه ما رو بکنن که حرف اولش حتما بزرگ باشه. اون وقت اگه اسم کلاس دو کاراکتری باشه، مثلا دیتابیس کانکشن، هم دی دیتابیس رو باید بزرگ بنویسیم و هم برای اینکه خانایی بالا بره سی کانکشن رو هم باید بزرگ بنویسیم. حواسمون به این نکته هم باشه. یا اسم متغیر دیگه که ما داریم کان، که قرار کانکشنمون رو یا لینک کانکشن یا ریسورس وریبل اون باشه برای اتصال بانک اطلاعاتی رو خب گذاشتیم اول کانکشن. هم دو تا انش نشون میده که اول کانکشنه و هم با $CON که به معنی هیلگر و اینا شاید معنی هم شه، تفاوت و تمایزی توی معنا هم ایجاد میکنه. من سعی میکنم که توی این آموزش اونایی که درستن رو بگم، چون اگه من دیدم گاهن این پیش میاد برامون، اگه اون چیزی که اشتباه هستم بهتون بگم این کارو نکنید، شاید اشتباها تو ذهنمون بمونه، حواسمون نباشه. خب کار راحت اینه که بگم این کار درسته، این کار رو انجام بدید. خب غیر از اون کار میشه کار اشتباه دیگه. مثلا فرض کنید بعضی من دیدم توی نامگذاری متغیرها به این صورت نامگذاری میکنن، مثلا دی بی نیم رو میذارن دیتابیس n یا dn یا دیتابیس na. خب اینا شاید کسی که حرفه‌ای باشه یا کار بکنی هم تیم یا خودتون متوجه بشین، ولی همه متوجه خودتون نمیشن و بنابراین اون نامگذاری صحیح که الزامات یک کد درست ترتمیز و یک نرم افزار درست حسابیه رو در حقیقت رعایت نکرده. بنابراین حواستون باشه که نام‌هایی بذاریم که در عین مختصر بودن گویا باشن. توی زبان تخصصی کامپیوتر دی بی معنی دیتابیس، حالا ممکنه حروف بزرگ کوچیک باشن ولی خب مبین هستش و اینجا حتما باید اینش رو بزرگ بشه. اگه می‌نویسم دی بی عین کوچیک می‌نوشتم با یک نگاه شاید اینقدر راحت متوجهش نمی‌شدم. پس بحث کامل کیس یا اسنیک کیس بودن حواسمون باشه با توجه به نوع زبان برنامه‌نویسی که باش کار می‌کنیم و تیمی که داریم کار می‌کنیم. اینا رو می‌تونیم با هم قرار بذاریم که آقا اسم متغیر مثلا کامل کیس بذاریم یا بیایم اسنیک کیس یا اس کیو ال رو اینجوری بنویسیم یا ارتباطاتمون اسم فانکشنامون به این صورت تعریف شه که کارمون توی تیم ورک هم به مشکل نخوره. working together تیم، کار تیمی، تیم ها و نکات مهم در رابطه با تیم ورک و کار تیمی رو می‌خوایم بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم و چند تا جمله مهم، تاثیرگذار و عمیق رو خدمتتون تعریف کردم که می‌خوام ارائه بکنم. این جملات بازخورده‌ای از تجربه بین‌المللی و تجربه داخلی هستن و مطمئن باشید حالا دانشجویان عزیز، پژوهشگران، همکارانی که حالا چه داخل چه خارج از کشور با هم در ارتباط بودیم و به نوعی سعی کردن مفهوم این جملات رو درک بکنن و تو کارشون ارائه بکنن و جاری بکنن، بازخورد بسیار خوبی من داشتن و لطف خیلی زیادی شامل حال من از طرف ایشون شده و امیدوارم برای شما هم مفید باشه که قطعا اگر به عمق مطلب پی ببریم این اتفاق برای ما هم خواهد افتاد. چه در حقیقت تو تیم‌های استارتاپی، تیم‌های بزرگ، شرکت‌های رنج کوچیک، بزرگ و متوسط فرقی نمی‌کنه، چون مفاهیم بسیار مهمی هستن. جمله اول Don't develop the huge code alone. یک کد خیلی بزرگ رو تنهایی توسعه ندین. هم زمان بر خواهد شد که این زمان ممکن دیگه اون بازار رو در اختیار نداشته باشیم، یعنی شاید توی مقطع یک کدی با ارزش باشه، ایده خوب باشه، ولی وقتی بشه 2 سال 3 سال شاید دیگه اون بازاره وجود نداشته باشه یا اشباع شده باشه. وقتی تنهایی کار رو انجام میدید ممکنه یه جایی بعضیامون خسته بشیم و کار رو رها بکنیم و اصطلاحاً کار زخمی بشه اما کامل نشه. و مفاهیم دیگه‌ای که توش هست حتما میتونید بهش فکر بکنید، از زاویه دید خودتون و تحلیل خودتون داشته باشید. All members should maintain code small and sufficient as possible. تمام اعضای تیم که توی پروسه کدنویسی در حقیقت شرکت دارن و هر نقشی که دارن، حالا چه نقششون کلاسیک هست چه نقششون فلکسیبل هست که جلوتر خدمتتون عرض خواهم، یعنی بعدتر خدمتتون عرض خواهم کرد، باید تا جای ممکن ضمن اینکه کارایی رو به کد اضافه میکنن سعی کنن تا جای ممکن کد کوچیک بمونه و کارآمد و در حقیقت کافی باشه، اون نیازهای ما رو در حقیقت براشون کافی باشه.
مورد سوم موردی هست که چند وجهی هست. make the team stable. تیم رو استیبل نگه داریم یا استیبل نگه دارید. خب این یعنی چی؟ ببینید یه تیم استیبل تیمی هست که باید دووم بیاره. دووم بردنش یکی از بحث HR یا Human Resource Management هست که ما چجوری این منابع با ارزش انسانی رو بتونیم اولا جذبشون کنیم، آموزششون بدیم، در کنار هم نگه داریم، تشویق‌های لازم رو براشون در نظر بگیریم، محیط کاری رو براشون پویا بکنیم و اهداف جدیدی بهشون بدیم، بروزشون کنیم. این خیلی مهمه. اگر تیم استیبل باشه ما تو ورژن های بعدی نرم افزار، تو پروژه های بعدیمون قطعا تحولات خیلی خوبی خواهیم داشت و روز به روز تیممون به سمت شکوفایی و رشد بیشتر پیش خواهد رفت. به تیم بسیار اهمیت بدیم و تیم تشکیل شده از اعضای تیم و اعضای تیم نیروهای انسانی بسیار با ارزشی هستند که هم ما باید حواسمون، اگر مثلا مسئول تیم هستیم یا مدیر عامل هستیم، حواسمون به تیم باشه یا مسئول منابع انسانی هستیم، هم اعضای تیم باید حواسشون به کلیت تیم، به شرکت، به استارتاپ باشه. این ارتباط زیبایی دو طرفه که گاهن ممکنه تو قسمت‌هاش فداکاری هم انجام شه. تو حدی باید این اتفاق بیفته. یعنی یه جایی ممکنه شرکت ضعیف باشه، نتونه تامین مالی بکنه، یه جایی نیروی انسانی از خوابش، از استراحتش، از کار خونش میزنه برای استارتاپ، برای تیمش، برای شرکتش. ولی خب اینو باید سعی کنیم که حلش بکنیم، در خدمت همدیگه باشیم، به هم کمک بکنیم، نه اینکه قضیه یک طرفه باشه. و جمله آخر schedule team to make it happen. تیم باید یک برنامه مدون، منطقی، بروز و حساب شده داشته باشه. تیم باید بدونه که الان کجاست، فردا کجاست، هفته بعد کجاست، ماه بعد کجاست. اگر این برنامه‌ریزی درست انجام بشه با توجه به نقش هامون، یا حالا ممکنه انعطافی هم تو نقش ها داشته باشیم، قطعا اون اتفاقی که باید بیفته رو بهش خواهیم رسید و اون اتفاق خواهد افتاد. در مورد تیم ها یک مفهومی داریم به اسم Cross Functional Teams که البته تعاریف مختلفی در موردش مطرح کردم، ولی کلیتش تقریبا یکی هست. حالا اون چیزی هم که مفهوم ما و اون هم که دید ما هست رو ما اون زاویه خاص خودمون مطرح میکنیم. ما یه چیز داریم مثل فانکشنال تیم که معمولا یه دید کلاسیک دارن، طراحی شدن که یه کار قابل پیش بینی رو تا آینده انجام بده. یعنی مثلا من نقشم A، شما نقشتون B، نفر سوم نقشش C هستش. هر کدوم جایگاه هم مشخصه، اون یه برنامه‌ای رو میدن، میگن مثلا روز انام باید این آماده باشه، این مجموعه، این سیستم باید آماده باشه. بنابراین آینده قابل پیش بینی رو میتونیم تعریف و ترسیم و ایجاد بکنیم. منتها نکته‌ای که هست این هست که توی کارکردهای امروز با رشد بسیار بالای فناوری، نیازها و بازار بسیار پرتلاطم جهانی و داخلی که هست، شاید این دیدگاه خیلی از مواقع جوابگو نباشه. بنابراین یه مفهوم دیگه داریم به اسم Cross Functional Teams که طراحی شدن برای اینکه منعطف باشن، چالاک باشن و نیازهای لحظه و روز رو در حقیقت باش تطبیق پیدا بکنن. به این معنی که نقش‌ها به صورت استاتیک و ثابت نیستن، نقش‌ها داینامیک هستن، پویا هستن. ممکنه نقش اون عوض بشه، ممکنه یه تکنولوژی جدیدی مطرح بشه که بازار اون رو بخواد، ما مجبوری مهاجرت کنیم به اون. ممکنه که کار تست نرم افزار رو انجام نمیدادیم، مجبور شیم این کار رو انجام بدیم و چه اجبار زیبایی، چون باعث میشه که بازکشف کنیم خودمون و توانمندی هامون رو. شاید که قطعا همه ماها یه سری توانمندی های در حقیقت بالقوه داریم. شاید این نوع از تیم و این نوع از نگاه به تیم یا کراس فانکشنال تیمز به ما کمک بکنن که ببینیم من شاید تو اون جایگاه حتی بهتر باشم، شاید اون جایگاه برای من جذابتر باشه. اساس کار تو این تیم ها این است که ما بتونیم نیاز روز رو ببینیم، بفهمیمش، تیم رو درک بکنیم، انعطاف بالایی داشته باشن اعضای تیم و تطبیق بدیم خودمون رو با بقیه تیم و این واقعا میشه کار تیم ورک تو دنیای مدرن و بسیار سریع حال حاضر. یه شکلی رو هم براتون اینجا قرار دادم. سمت چپ فانکشنال تیم هستن، تیم های فانکشنال که کامان فانکشنال اکسپرتیز یا تیم هایی که به صورت عمومی تعریف شدن و میبینیم مثلا
آنالیستامون این ورن، دیولپرامون یه گروه دیگه‌ن، یه تیم دیگه‌ن، تسترامون یه گروه دیگه‌ن. توی سمت راست کراس فانکشنال رو داریم که نماینده‌ای از هر تخصص رو وارد یه تیم کردیم، یه تیم کوچیک کردیم، یه استارتاپ کردیم و اینا در کنار هم به صورت پیوسته‌تر با ارتباط زیباتری با هم دیگه کار می‌کنن. در حقیقت یه نگاه دیگه هست به کراس فانکشنال تیم علاوه بر اون اسلاید قبلی که در موردش صحبت کردم. اما نکته‌ای که هست این هستش که حتی توی این تیمی هم که شما میدید ممکنه جایگاه‌ها عوض بشه. یعنی اگه تسترمون دانش برنامه‌نویسی داشته باشه بیاد تو اون حوزه و بالعکس. البته ما بحث TDD رو داریم، تست دریون دیولپمنت رو داریم که خب عملاً دیگه اونجا توسعه دهنده و تستر با هم یکی هستن که تو اسلایدهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین باید این دید رو داشته باشیم و به سمت چالاکی، به روز بودن و باز کشف توانمندی هایی که به صورت بالقوه داریم هممون و اونا رو بالفعل بکنیم. شاید توی جایگاه جدید حتی موفق تر باشیم، حتی این باعث بشه که احساس کنیم یه تنوعی ایجاد شده تو کارمون، اون تازگی و تراوته برامون به وجود بیاد و لذت بیشتری از تیم و تیم ورک و کار تیمی ببریم.